سلام علیکم برادر یخزنین. تمام روز بزرگ مولود آذریمم اولاد رسول اکرم قطع تبریک کنم. هر یک تمرد خواهیخم توفیق دین دارد. یک مپندم خورتشوش انتخاب یم پند آسون است. یون دتا لپس اسپاله ارو قینین تماریو فوق طرفا ترو نخو تا زوی نخو اما دد یک مدرونن دزگه خویی من خواهی جیب دو بدی از رو بیرو مثلا بعد دیگه دیگه تمر خویی شو میده انشالله بقوتی من مثلا خدا و نصیب کرد در اخی خویی من ماهی من بازم دو چی دو ده رو ماشی من سوس ماسه خما برو آره کس ماش بود خور سواد آدم دی یکم روز مولود آذریمم از دیگه یعنی که این سونینه خو که من بقولم انت چیز فرقی هست یعنی که یکم اولاد پاک یکم جسم پاک بر عالم ظاهر تاود یعنی در توندک دیگرگونی جوانده کشت ماشم بود فوق وقت که سوال ماشم بده یه چیز مقصد خواهد من بقولم تیست بعد جات نرسد دور نبوت تیار دور یمامیت از دور به دور اسم به اسم جامه به جامعت هر چای خوشت چود ورد ایامیت هر چای تبود عاشق به آسل کونیت ای مرغ اسیر دوره کشایش تو دامیت نور دوره پرآسش تا جانب بومیت یک شخص سخا خواهش پیختاب به خمیت ار دل دست تارک ید رخشه به فهمیت پس معلوم است دوره آشکار یمامیت هر چاهی نفهم نرخو مولا کشت خطایا انشالله از فقط در خوی فهمدی ماشد یک ذات رسولی ماشد پیروی چود خو از نسل به نسل خود دتین دیف شمشیر دارد جیرت یکت پیکت یک خو یم غیر اسمیس انشالله ماشد ده ماشم از غجده رسوسیت هم بکو پوزه و جنبت اما مولا قطع انشالله ماشت ارجو تفاهم ماشت واردین رو جیر داد و ماش واردین اشکه چیدو اما کار چیز الماهی دل درون تبت چاست نواردی تو نال نیست نیرویی که پاکه های بشنان و گوشد پناه بر خدا یک بلغ فقط های مبارک